سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان جان زنده دلان عزیز. جلسه ششم هستیم. از خوانش رو خدمتتون ارائه میدم تحت عنوان اینگولف و اکو. یک بک بزنیم به جلسات گذشته. من همه چیز رو اینجا پاک کنم. خب، در جلسه قبلی ما اومدیم از لیولا یاد کردیم که ما چجوری لیولا برای ما توی خوانش ما کاربرد داشت که می اومدیم لک ها رو مشخص میکردیم، میرسیدیم به آخرین لک و وقتی جهتمون مشخص میشد، حالا بایزون یا سلزون مشخص میکردیم به وسیله این لول. روند کاری این لول به چه صورت بود؟ ما گفتیم که معامله گران این مارکت سه دستن. بزرگترین معامله گران این مارکت بانک ها هستن. بانک ها با نقدینگی که در دست دارن، با پولی که دم دستشون دارن، با رانت و آشناهایی که دم دستشون دارن، قیمت میتونن بین 1000 پیپ تا 2000 پیپ نوسان بدن. حالا این بانک ها وقتی میخوان وارد معامله بشن، یعنی مثلا بر فرض مثال ما اگر بخوایم لول بانکی رو مشخص کنیم، باید 4 تا به 1000 پیپ تقسیم میکردیم. حالا من اگر بخوام این 4 تا به 1000 پیپ تقسیم کنم، بعد بزنم یک. حالا بذار بریم پوند. خب، الان من اگه بخوام این 4 تا به 1000 پیپ اگر بخوام تقسیمش کنم، کندلامون چرا رفت؟ آها. چجوری تقسیمش میکنم؟ این فیبوناچی رو ما درست کردیم. عرض کنم خدمتتون که به این صورت 4 تا به 1000 پیپ تقسیم میکنیم. 1000 پیپ چجوری تقسیم میشه؟ الان من بخوام تقسیم کنم، 1 3 1 2. خب، تایم فریم کم میکنیم. خب، همونطور که گفتم بانک ها بزرگترین معامله گران این مارکتن. ما اگر بخوایم لول بانکی رو مشخص کنیم، گفتیم یه دونه 4 تا به 1000 پیپ از روی عددهای 3 تقسیم میکنیم. الان قیمت کجاست؟ بین لول بانکی 1 2 و 1 3 قرار داریم دوستان. از کجا اومده؟ از 1 2 اومده. خب، حالا اگر این بانک بر فرض مثال قیمت رو الان فرض کن روی 1 3 تصمیم گرفتن میخوان برسونن به لول 1 2، اینا باید با یه سری مؤسسات ببندن که اون مؤسسات تو مسیر این بانک بیان نقدینگیاشون رو تزریق کنن که چه اتفاقی بیفته؟ بازار سوخت که نقدینگی اون مؤسسات میشه سوخت حرکتی قیمت، که هم بانکیه تارگتش میخوره، همون مؤسسات یه سودی میبرن، و این نوساناتی هم که شما این وسط میبینی جنگ بین این مؤسساتی که توی آسیا هستن، مؤسساتی که توی کارهای دیگه هست. حالا اگر ما بخوایم لول های مؤسسات رو مشخص کنیم، الان سر لول بانکی ها کسی سوالی نداره؟ خب، اگر ما بخوایم لول های مؤسساتمون رو مشخص کنیم، باید 4 تا به 50 پیپ تقسیم کنیم. و برای این کار من این رو میارم.
1.21 1.20. خب الان که این لول ها رو ما مشخص کردیم، حالا بریم دنبال کنیم سفارشات رو از طریق منطق خودمون و به مبحث امروز برسیم. روند کاری ما با این لول ها به چه صورته؟ این گلف و اف او چی هستش؟ چجوری ازشون کاربرد میکشیم از این لول ها؟ ببینید دوستان، ما دو نوع این گلف داریم. یکی این گلف ادامه دهنده داریم، یکی این گلفی که ریتریس عمیق داریم. این گلف های ادامه دهنده به چه صورته؟ همون کانتینیوشنی که اومدیم توضیح دادیم خدمتتون. یعنی فرض کن قیمت از یه لولی داره میریزه، توی یه لگ نزولی هستی، میرسه به یه لولی، حالا از چپ شما فرض کن یه گره ای هم روی این لول داری که فرستاده قبلا قیمت بالا. الان قیمت رسیده به این گره شما. الان قیمت رسیده به این گره شما. این گلف ادامه دهنده به چه صورته؟ همون کانتینیوشن خودمونه. یعنی زیاد چیزش نکنید، سختش نکنید برای خودتون. رو سطح بالا این گره اگر شما یک خط بندازید یک گره برای شما میسازه و اگر این گره بفرسته زیر این رو بزنه برای شما یک کانتینیوشن ساخته و شما مجازید داخل این گره دارید بزنید. و چه اتفاقی میفته؟ قیمت میریزه. الان این گلف شما کجا شد؟ وقتی که زیر این باکس شما روی این لول خورد. وقتی که زیر این باکس شما روی این لول خورد و شما کجا مجازید ترید بزنید؟ داخل این گره‌ای که اینجا روی بالای این باکس ساخته برشه. این میشه یک این گلف ادامه دهنده. این گلف های ادامه دهنده معمولا ریتریس های عمیقی ندارن، به همون گره‌ای که اون بالا ساخته، بالای این باکس ساخته برمیگردن و میریزن. حالا کجا میخورن میریزن؟ توی بحث بیس شناسی من گفتم که گفتیم آقا داخل یه گره ما دو تا اجزا داریم که برای ما مهم هستش. یه دونه اورجین این ور هستش که تحت عنوان کی لول ازش یاد کردیم، یه دونه اورجین این سمت هستش که منشأ حرکت لگ جدید شما میشه. خب این از این گلفی که ادامه دهنده است و ریتریس عمیق نداره. کسی سوالی نداره از این بابت؟ خب بریم برسیم به این گلف ریتریس عمیق دار. یه حالت دیگه داریم که به این صورته. شما فرض کنید که همین گره الان ساخته شده، یه کانتینیوشن ساخته و ریخته و الان این لول رو ما رد کردیم، یه گره دیگه روی لول پایینی داریم به این صورت. یه گره دیگه روی این لول پایینی داری. رسیدیم به این گره. حالا دوباره آقا من با همون فرمون میتونم روی این گرم کانتینیوشن ترید بکنم؟ بله. خب میای اینجا یه گره میسازه برات، میاد زیر این رو میزنه. خب من اینجا کجاش مجازم ترید بزنم؟ داخل کی لولش مجازم ترید بزنم، داخل اینجا هم مجازم ترید بزنم. چون توی تایم بالا میبینید معمولا این اتفاقات رو، شما معمولا تایم های 5 دقیقه 3 دقیقه اینا بهتون ریورس ترید میده که بخواید اینجا داخل این اجزا ترید بزنید. میاد یهو پشت گرد میخوره. آقا مگه نگفتی کانتینیوشن فلان فلان شده و چرا پشت گره من زده؟ خب آقا اینجا الان میخواد ریتریس عمیق بده، مشخصه. ریتریس عمیق هم که میده میخواد بره تا لول قبلی. وقتی میاد این پشت رو میزنه بعد از این گل، یعنی چی؟ یعنی من میخوام ریتریس عمیق بدم. خب بعد از این ریتریس عمیق یکی از نشونه های این گلفی که ریتریس عمیق داره چیه دوستان؟ یک اورجین داره که این اورجینش میاد مصرف میشه. 90% مواقع این گلفایی که ریتریس عمیق دارن اورجینشون مصرف میشه. تریدش هم اگر خواستید بکنید تا تارگت
لول بالایی نگه دارید و استاپتون هم بذارید زیر خود لو، نه زیر گره بذارید، چون ممکنه بعضا پیش میاد که من دیدم میاد مثلا یه پوینت هم زیر این گره رو میزنه یا اصلا دو تا لو برابر میده با هم. پیش میاد. خب پس دلیلی که یه موقعی کانتینیوشن های شما فیل میشن اینه که قیمت میخواد ریتریس عمیق بده. قیمت میاد میرسه به این لول شما. خب میدونید همینجوری سیخ هم نمیرسه طبیعتا، باید یه سری دیدگاه بسازه، یه سری فروشنده بسازه برای خودش، یه سری خریدار. توی این مسیری که میره بالا ممکنه سیخ اینجوری نره بالا و خیلی خسته بره. میدونید چرا؟ چون وقتی لشکر به یه قلعه‌ای که حمله میکنن، موقع حمله انرژی دارن ولی موقع برگشت چون از جنگ برگشتن دیگه اون زور لازمه رو ندارن. اینجا کلی دیدگاه میسازه، دیدگاه عموم، هم ترن لاین، هم بریک و تریدرها، هم پول بک، اینا کلی دیدگاه میسازه تو این مسیر تا برسه به اینجا. خب میرسه به این کی لول شما. اینجاست که یه دیدگاه هوشمند میسازه. چیکار میکنه؟ میاد برای شما به اصطلاح یه ترپ میسازه، یه ترپ هوشمند میسازه. ترپش به این صورته: به این کی لول شما که میرسه یه گره میسازه تو تایم پایین، میاد زیر این گره به شما یه پی ای میده و یه ریتریس چوسکی میده به اصطلاح. این ریتریس که میده، خب شما الان میگی خب الان پی ای هم برای من باز کرده، این پایینم که این گلفه، من الان بیام دیگه داخل اینجا شروع کنم سل زدن، یه دونه کی لول از اینجا میکشی جلوی، نه اینا شاید بعضا یه ذره واکنش هم مثلا بهت بدن، اما چه اتفاق میفته؟ خب شما الان کی لول مصرف شده، اینجا حین ریزش اومده روش ساخته شده، قیمت هم به تارگت رسونده، کار خودش رو کرده دیگه. پس این الان وظیفش یه چیز دیگه است. این وظیفش اینه که الان نقش نقدینگی رو برای شما ایجاد کنه و نقش فیک زون رو برای شما بازی کنه. چه اتفاقی میافته؟ این میاد و منشأ حرکت رو برمیداره و مجددا وقتی به این بالا میرسه تو تایم پایین یه گره اینجا میسازه براتون که به اصطلاح میگن سواب. سواب این رو براتون میسازه، میاد اینجا و زیر این پی ای میده و میریزه. عذرخواهی میکنم دوستان، صدام یه لحظه قطع شد، تلفنم زنگ خورد. کسی سوالی نداره؟ خیلی ممنون حسین جان. خب پس الان بابت این گلفایی که ادامه دهندن و این گلفایی که ریتریس عمیق دارن کسی سوال نداره؟ بعضا دوستان شما سلزوناتون 3-4 تا سلزون دارید اینجا تو مسیر. ببینید تنها چیزی که قطعیت داره این تارگتی که باید ببینه قیمت. نقطه ورود شما ممکن از هر کدوم از این لولایی که دلش بخواد برگرده، اما من تا حدودی بهش نزدیک شدم و شما هم باید چکش کاش کنید. ممکنه بیاد الان اینجا این گلف رو به شما داده، بیاد مثلا همین کارا رو دوباره بکنه، بعد لحظه آخری بیاد چیکار کنه برای شما؟ بیاد پشت اینو بزنه، بعد روی این هم برای شما کانتینیوشن بسازه. وقتی میاد روی این کانتینیوشن میسازه یعنی چی به شما؟ یعنی من میخوام بیام از لول بالایی بچرخم. حالا میای روی لول بالاییش دیدگاه میگیری، دیدگاه بهت داد، ترید میزنی. شما دیگه الان ترید میزنی فرق داره با آر تی ام کار پارسال. آر تی ام کار پارسال تارگت اینجوری نداشت قطعیت. آر تی ام کار پارسال میومد مثلا روی این سل میزد، استاپ خوردم، روی این دوباره سل میزد، استاپ خوردم، ناامید میشد، قیمت از این میچرخید میریخت. بعد تازه لول هم که نداشت که 600 تا گره توی این مسیر بود، حالا نمیدونست افتادیم در میان ناکجا و کس ندان از ابتدا و انتها، اصلا مشخص نبود. ولی الان شما لول دارید، سلزون دارید، بایزون دارید، همه چی براتون مشخصه. خب اگر نمونه شماتیک کسی سوال روی شماتیک داره بپرسه، من میخوام برم روی چارت مثالاش رو بزنم.
همین گلف ادامه دهنده رو میخوام مثال بزنم، همین گلف ریتریس عمیق دارو. خب کسی سوالی نداره ظاهرا. حسین جان یه سوال. جان. تو قسمت پایین خب که شما گفتید اورجین مصرف میکنه، ممکنه همون پایین کی لول رو مثلا بیاد زیرش مصرف کنه یا خود اورجین رو مصرف کنه بره پایین تر و حالا تو گره سوم، یعنی گره سوم از پایین تر بخواد برگرده بالا، اینم احتمالش هست. گره سوم. آره الان ببینید دو تا گره داریم خب سمت راست. میگم حالتی داریم که یه همون پالانی پایین. داری افو بزنه بریزه. نه پایین نمیدار، اونجایی که کشیدید گفتید آره. اورجینو خالی میکنه. اینجا ممکنه از بالا مثلا پی ای نداشته باشیم دیگه، ممکنه مثلا همین کی لول اورجین رو مصرف کنه بره پایینتر، یه گره مشابه با این مثلا درست کنه و آره. حالا اونجا مثلا اورجین رو خالی کنه بره بالا. آره ببین یه چیزی من بهتون بگم دوستان، اگه قرار بود این لول ها خیلی مو به مو کار چیز میشد، خیلی مویی کار میکرد دیگه، خب یکی دو ساله لو میرفت کارشون، اصلا مشخص میشد که بانک ها روی سری اعداد رو قیمت های مد نظرشون. مثلا ایران میگه آقا ما چشم انداز نگاهمون برای دلار اینه که مثلا دلار به ریال رو برسونیمش از رو 50,000 تومان برسونیم به سطح 35,000 تومان. نمیاد بگه از رو کندل فلان برسونیم به کندل فلان. اما اگه قرار بود موی اینا به این نواحی واکنش بدن، خب تابلو میشد کارشون. سر همین یه مقدار خب اینجاست که دیگه ظرافت و خلاقیت و شفاعت و صداقت و نمیدونم اینجور چیز میزا میاد وسط. نمیدونم سوال تونستم جواب بدم یا نه. پیش ممنون، مونده بهترین بود. جواب بود. آره متوجه شدم، دیگه دستتون در نکنه. ببین پس صرفا تو به اینا به چشم نواحی بایزون سلزون نگاه کن، نه اینکه یه خطی هستش که بخوای تو صفرش داری کنی. صفرم پیش اومده بخوره بهش ولی شانسی. بیشتر با اون گره کار کن که روش ساخته و ببین قیمت به این گره ای که مثلا روی این ساخته میرسه چی کار میکنه، ریورسال برات میسازه یا کانتینیوشن. چون ما به قیمت نگاه میکنیم دیگه. یه ضعفی که RTM کار پارسال داشت این بود، آقا من فوکوسم اینه که شما توی این لگ جاری ترید بکنید. یعنی این لگی که داره میسازه خودش یه جریان سفارشاتی داره که شما توی این لگ باید معامله بکنید. RTM کار پارسال ضعفش این بود که میومد میگفت قیمت داشت میومد بالا، فرض کن الان شما توی این لگ بودید، فرض کن RTM کار پارسال میومد اینجا در می آورد، میگفت خب الان این باید قیمت رو بریزونه. بابات خوب، پدرت خوب، آقا مگه تو بازار مال پدرتی که مثلا این ناحیه رو در بردی بعد از اینجا تصمیم گرفت؟ تصمیم بازار شما میگیری مگه از اینجا بخواد برید؟ میومد دوباره مثلا اینجا استاپ میخورد، میگفت خب گره بالاییش از اینجا باید بریزه. آقا خب این الان یه جای کار من مشکل داره دیگه. کجا کار من مشکل داره؟ من تو لگ جاری معامله نمیکنم، من تو گذشته مارکت غرق شدم. اینی که سلمان میگه ما باید تو لحظه حال زندگی کنیم، ما باید اون چیزی که تو لحظه حال برات میسازه جواب با اون کار داشته باش. یه ناحیه در آوردی قشنگ نگاش کن. نگاه کردن به قول سلمان سخت ترین کار دنیاست. من خودمم یه موقعی که حوصله ندارم، حالا حوصله ندارم که وایسم مثلا لگ جدید بسازه اونیا تاش میزنم، اما بیشتر اوقات نقره داغ میشم. مثلا همین امروز هادی یادته استاد شیرالی آمد دیگه گفت نشونه ای نداده، من تاچ زدم. آره دقیقا همینجور. همینجوری بود. اومد چیکار کرد؟ ریسکمو زد، اومد پشت ناحیه رو زد. بعد از اینکه اومد پشت ناحیه رو زد ریخ زیرش رو تازه پیایی باز که من اون موقع رو سیمتری گره تو دادمش جلو، دوباره اون موقع تازه سلو زدم. خب بریم نمونه مثال بزنیم روی چارت. من تایم فریم رو برای این کار میکنمش دیلی.
اولین کاری که میکنیم لول های بانکیمون رو مشخص میکنیم. خب این لول های بانکی رو اگر بخوایم مشخص کنیم، x 1 2. خب لول های بانکی تو مشخص کردی، حالا چجوری جریان سفارشاتش رو مشخص کنیم؟ من این رو میکنمش، چیزش رو رنگش هم میکنم صورتی که قاطی نشه. خب حالا میایم لایه بانکیمون رو مشخص میکنیم. چارت رو به 50 پیپ 50 پیپ میخوایم تقسیم کنیم. اون قبلا این فیبوناچی اینجا بود، الان با این جابجا شده، این اومده اینجا. من کلیک میکنم بر طبق عادت روی این. خب یک 21 یک 20 بخوامت یک، یکیشون هم میزنیم مشکی، قفلش کنیم که تکون نخوره. خب اینا رو مشخص کردیم، میریم تایم پایین رو پایین و نمونه های مثال رو ببینیم. خب دوستان عزیز، همینطور که میبینید اینجا روی لول 25000 من یه بیسی داشتم. اینجا قیمت فرستاده بود بالاتر و لول 25500 رو اینگولف کرده. حالا روی لول 25500 از قبل چی داشتیم؟ حالا این عقب خودش اینگولف بوده، ولی من با این ور از همین ورش هم کمک بگیریم میتونیم. همین رو میدی جلو، این اورجینش بوده، یه منشأ حرکتی داشته که فرستاده این لو رو زده براش. خب این که حین این که داشته میرفته بالا، این گره رو ساخته و شما بعد از این گل به این لول توقع داشتی برگرده روی این گره. برنگشته. چرا برنگشته؟ چون روی اینجا یک اینگولف ادامه دهنده برات ساخت. به این صورت همون کانتینیوشن خودمون اومده پشت اینو زده و برنگشته به ناحیه درستش. قیمت فرستاده بالا و چیکار کرده؟ یه دیدگاه رو خودش درست کرده. همونطور که گفتیم اینجا شما اگر این رو کی لول در نظر بگیرید، این کی لول یه کاری کرده حین بالا رفتن، اومده اول رو خودش یه دیدگاهی ساخته، قیمت هم به این گلف رسونده. معمولا این گلف ادامه دهنده رو روی کی لول ها میسازه، همونطور که گفتیم توی شماتی. اومده دیدگاه رو ساخته، بعد از اینکه قیمت رو به یه این گلف رسونده، حالا به این لول 27000 رو این گلف کرده، اومده زیرش جمع شده و خورده به کجا؟ گره‌ای که روی این لول برای شما ساخته. دوباره مجددا یه ذره بریم قبلترش هم ببینیم که حالا این نمونه این گلفی که ریتریس عمیق داره. همینطور که می‌بینید روی لول 24000 24500 یه گره ساخته حین بالا رفتن. خب بازار شما لگ شما سعودی بوده، شما داخل یه لگ سعودی بودی، یعنی اگه می‌خواستی تایم فریم رو حساب کنی، شما اگر تایم فریمتون رو می‌کردید
یک ساعته یا 4 ساعت داخل یه لگ 4 ساعته بودی اینجا. خب اومده چیکار کرده؟ تو لگ 1 ساعته بودی سعودی بوده، قیمت اومده اینجا حین بالا رفتن رو این لول 24500 برای شما یه گره ساخته. گره فرستاده لول 25 این گلف کرده برای شما. حالا لول 25 چی داشتی؟ اینجا یه منشأ حرکت داشتی که توقع داشتی روی این منشأ حرکت بیای کانتینیوشن ترید بکنی. اه بلونی چرا کانتینیوشنت عمل نکرد؟ آقا خب خواسته ریتریس عمیق بده قیمت، اومده اینجا خورده روی لول 24500 بعد از این گلف کردن لول 25000. همینطور که میبینید 2 تا لول بالاتر خودش رو این گلف کرده، یعنی اینجوری شارپ رفته بالا. یه دونه کانتینیوشن تایم پایینم اینجا ساخته البته ها، حین بالا رفتن بعد از اینکه اومده یه بار خورده لب این باز. اینجا هم برای شما یه کانتینیوشن تایم پایین ساخته باشه حین بالا رفتن. بعد بریم تایم پایین درش بیاریم. رفته بالا لول بالایی این گلف کرده بعد ریتریس عمیق داده روی اینم نمونه این گلف ریتریس عمیق دار. بریم چند نمونه قبلترش هم ببینیم. اینجا پوند روی این کی لول بود. حالا من تایم پایین اینجاش هم در آورده بودم که اینجا چی داشتیم. در اصل این بود، اینو تایم پایینش اینجا در آورده بودم، یه چیزی تو تیک چارت اینجا بود که این اومد روش کار کرد. بعد عرض کنم خدمتتون که اینجا قیمت به تارگت شما نرسیده، اومده حین بالا رفتن، حین بالا رفتن اومده یه لول یا این گلف کرده. لول شما چی بوده؟ لول 25. حالا از چپ ما روی لول 25 چی داشتیم؟ بریم ببین. یه جور سفارش داشتیم. چه جور سفارش خوشگل. همینطور که میبینید این سر یه گره‌ای بوده که هولد کرده. بعد خب این گره خودش یه منشأ حرکت داشته، آخرین آپدیتش اینجا منشأ حرکتش تو دلش خودش منشأ حرکت داشته اینجا. اینو میریمش جلو. دوستان همینطور که میبینید تا بیخ این منشأ حرکت شما اومده، پس 100% دیگه هیچ چیزی نداره و وقتی تا بیخش اومده دیگه زده خار رو خفش کرده. طبیعتا خب این الان میشه این گلف شما. خب الان وقتی این گلف در آوردی با ایزونای شما میشه کجا؟ لول پایینی، لولی که میتونی دیدگاه بگیری 24500 24000 23500. اومده از روی کی لولی که روی 24000 ساخته روی این ریورس داده رفته. حالا اینجا خیلی خوشگل نیومده ولی لول بالاتر خوشگل‌تر هم اومده رفت. حتی توی خلاف جهتاش نگاه کن شما. حالا این یه نمونه کانتینیوشنی که اینجا داشتید شما. ببینید روی این لول شما قبلا یه کانتینیوشنی برات ساخته حین بالا رفتن. کانتینیوشنش رو چجوری ساخته؟ بریم ببینیم چی بوده روی 26. خب همینطور که میبینید روی لول 26 شما این سطح رو داشتید، این گره رو داشتید در اصل، این گره کاتاپولو. خب این گره کاتاپولو تو اگه ما بخوایم این اتم رو بشکافیم این میشه الکترونش. خب گفتیم یه خط بندازیم بالاش یه خط بندازیم پایینش. یه خط بندازی بالاش یه خط بندازی پایینش چی میبینی؟ کانتینیوشن ساخته برات. خب کانتینیوشن چجوریه؟ به این صورته. این نمونه این گلف ادامه دهنده.
خب تو دل این کانتینیوشنه، حالا اگه بخواستیم ریزه کاری در بیاریم چی کار میکردیم؟ این هم ریزه کاریش همین رو بکش برو جلو. جلو. خب این یه بار اینجا اومده کانتینیوشن ساخته داره. دوباره ما اینو اگه بخوایم این سطح بدیمش جلو چی میشه؟ این بر دوباره این بر اومده رسیده بهش، روی این سطح بالاش گره ساخته. این گره کاتاپلوف. خب این گره وقتی کاتاپلوف میشه چیکارش میکنیم؟ ما اتم رو میشکافیمش، الکترون نوترونش رو در میاریم. این کی لولش، حالا اینم منشأ حرکتش احتمالا میفته تو این شرایط، چون تعمیه سطحی احتمالا خیلی 99% میفته تو این شرایط. اومده چیکار کرده؟ از این ور کانتینیوشنش کار کرد. دوباره مجدد حین بالا رفتن، همینطور که میبینید حین بالا رفتن اومده روی لول 26,500 یه گره ساخته. این گره شما. خب گره شما فرستاده 2 تا لول بالاتر خودش رو اینگولف کرده، لول 27,500 اینگولف شده. خب گفتیم یکی از نشونه های اینگولفی که میخواد ریتریس عمیق بده اینه که میاد اورژین خودش رو تا بیخ خالی میکنه. همینطور که میبینید این های دوم هایی بوده که اومده اورژین رو خالی کرده و قیمت ریتریس عمیقش رو شروع کرده. بایزون هایی که میتونستی روش دیدگاه بگیری لول 27,000. روی لول 27,000 که رسیده از این ور تو تایم پایین کانتینیوشن ساخته، دلش نخواسته از این لول به چرخه. چیکار کرده؟ این کانتینیوشنش. میبینی دوستان ناحیه کلیدیمون میشه این دیگه، یعنی با این لول ها کلا اجرای سفارشات روی این لول اتفاق میفته. خب قیمت رسیده به این فولونی، من کجاهاش میتونم دیدگاه بگیرم؟ حالا این گره من 2 تا اجزا داره دیگه، توی بیس شناسی گفتیم این کی لولشه. خب اومده اینجا یه ذره دانش آرتیمی هم به کمکتون میاد. کی لول رو این گل کنه تارگتش میشه کجا؟ اورجین. یه الس سوسکی داشت اینجا که اینجا کار کرد. اگر شما میخواستید ورود بزنید اینجا، اگر روی این اورجین ورود میزنید حسابتون رو میذاشید زیر این دی پی، خیلی مطمئن‌تر بود و چیز بود. هرچند که شما تاش نمیزنید، شما به راحتی میتونید با ریورسال یه ترید خوب با ریسک ریوارد خیلی خوبی بگیرید. اینجا رو ببینید، الان تو تایم پایینش هم من نمونه مثال اصلا کاری به خارج و از بحث لول هم نده. قیمت اومده شما یه ساعتی داشتی روی لول 26,000. من اینجا ساعتتون رو مشخص کنم. من این کی لول رو دارم از لول 26,000. زیر این سطح که زده روی این لول شروع کرده ریورسال ساختن. حالا من ریورسالش رو چجوری ترید میکردم؟ به راحتی مثل آب خوردن میتونستید تریدش کنید. یعنی دیگه ریورسال رو جلوی یه بچه هم بذارن، یه بچه هم به راحتی به این احتمالا میدونید من میگم شیرالیس چجوری ورود زده امروز اینو. این اومده این گره رو در برده، پیایش از این گرفته. خب من دیروز اومدم پیایم از این گرفتم ورود زدم. این یه نمونه این گلف از منظر آرتیه.
آقا این تا اینجا داشته لگ جدید ساخته می شده برای من، درسته؟ این لگ نزولی دوباره اینجا یه اصلاح داده، دوباره این لگ نزولی. چرا میگم لگای جدید؟ چون رفته کف زده. خب این لگای نزولی خودشون منشأ حرکت داشتن، اینجا اومده منشأ حرکت منو اینگولف کرده بود. همینطور که میبینی من اومدم روی اینجا دیدگاه گرفتم، اینجا من بای زدم، استفاده یه چند پیپ گذاشتم زیر این های. امروز هم دوباره نزدیکش اومد که البته این آقای شیرالی گرفتن، نه حالا داره میره بالا. خب دوستان اگر کسی سوالی نداره جلسه امشب و زیاد طولانیش نکنیم، بریم فردا شبم. دوستان فردا شب مارکاپو دوباره مارکاپو رو یه آپدیت بکنم، چون این هفته زیاد حال نداد به من. هفته پیشم که تارگت رو داد ولی فقط یه دونه یورو بود خوردش به اون مارکاپ اول رفت بالا، باقیشون نرسید. کسی سوالی نداره بابت این گلف ریتریس عمیق، این گلف ادامه دهنده؟ حسین امیر، جان ممنون. میسم، ممنونم حسین جان، من سوال ندارم. یعنی همه چی کلین بود، همه چی روشن، اینقدر ما خفن شده آموزشمون. عزیزم شما که خفن هستین ولی مغز من به سوال چیزی نرسیده فعلا. چشم میپرسم ازت بعد. قربونت برم. حالا باز فکرتون کنید، جلسه هم بازبینی کنید دوباره، توش دیتا خوبی دادیم، این جلسه هم دوست داشتم. فوق‌العاده بود حسین عالی. جان. حالا باز یه نگاه باید بکنیم دوباره، اگر سوالی چیزی بود زحمتشو میدیم به شما. بعد یه ساختار دیگه هم ما داریم، این گلف یک، این گلف دو. این هم من یه اشاره بهش بکنم که بعد سر جلسه کی لول بهش میرسیم، چون کی لول که برسیم، کی لول یه سری وظایف داره. این گلف یک و این گلف دو رو باید کی لول به شما بده. این فرض کن الان این گره ساخته شده، این گره دو تا عیز داره، یعنی ساخته شدن. حالا فرض کن مثلا روی لول 27000 هم هست. خب قیمت مثلا میاد میرسه به لول 26500. روی لول 26500 شما از چپ یه گره ای داری، از چپ اینجا یه گره ای داری. این گره شما خودش یه کی لولی داره، یه منشأ حرکتی داره. قیمت که این گره وقتی تایید میشه، خب یک بار این کی لول هولد میکنه، قیمت رو میفرسته پایین و میاد این کی لول رو اینجا اینگولف میکنه برای شما. بعد از این اینگولف ما توقع داریم یه های آنفیلد اوردر به ما بده، های به تارگت نرسیده. چرا؟ چون بعد از اینگولف توقع دارید این سورس شما، این منشأ حرکت شما که توی این لگ جدید کار کنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد تریک میزنه. حالا یا میاد چند پوینت پشت این های رو میزنه، یا میاد حالا مثلا یه های مساوی میده، یا میاد اصلا یه دونه های نمیده، شروع میکنه یه ذره رنج زدن روی این. به هر حال روی کی لول شروع میکنه نقدینگی ساختن. بعد از این گلف یک میاد و اینجا حین اینکه داره میریزه اینجا یه گره میسازه و میاد اینجا این گلف دو رو به شما میده. این گلف دو دیگه قطعا ریتریس عمیق داره و اورجینش هم مصرف میشه. حالا اورجینش بعضا من دیدم پیش میاد که همینجا به شما پی ای میده، در لحظه مصرف میشه و میره بالا. پیش میاد که میاد پشت اینو میزنه یه چند پوینت، دوباره دیگه سل میده. میبینی دوباره سل ایجاد میکنه، میاد ریتریس عمیق میده، بعد میره اینو برمیداره. که ما اینا رو این
تحت عنوان ساختار کامل ازش یاد میکنیم. یه این گلف 3 هم داریم اینجا تو تایم پایین که دیگه ریورسی که داریم اینجا تریدش میکنیم. اگه بده که خیلی خوشگل میشه ساختارمون. اگه این گلف 3 هم توی اینجا بده که همون ریورسالمون میشه که تو تایم پایین اینجوری به این صورت. که حالا یکی از اجزاش اجرای سفارش کنی، یا این که لول اینجا یا این منشأ اینجا. اینم ساختار کاملیه که قراره بهش اشاره کنی. تو جلسه کی لول بهش میرسیم که شما نقدینگی ها رو کامل باهاش آشناییت پیدا کنین، دیدگاه عموم رو پیدا کنین. چون الان چند مدل این محاسبه کردن قیمت ما به شما میگیم. مثلا اینجا دیدگاه عموم میسازه، بعد افاظون شما مثلا میشه، بعدش این منشأ حرکت اینجوری کار میکنه. خیلی خیلی هستش، خیلی چیزا هستش که به این جزئیات این اضافه میشه که شما بتونید سیستم معاملاتی ترتمیزتری داشته باشید. الان من دلار فرانکو بیارم امروز. خب اینجا اومد به لول 85,500 رسید. چیکار کردش برای من؟ اینجا به لول 85,500 رسید. اینجا من یه گره داشتم، این سطح بود، فرستاده بود بالاترین های منو زده بود. آخرین گره‌ای که فرستاده بود 85,500 رو دیده بود این بود. همونطور که گفتیم روی سطح بالا این گره یه گره ساخت که این میشد. این گره یه کی لولی داشت اینجا. این کی لول، حالا این گره اینم بگم خودش یه گره‌ای داشت تو دلش که میشد منشأ حرکتش این میشد. بهینه ترش من کرده بودم. رسیدیم به این اورجین. قیمت اومد. من دیگه این اضافی رو پاک کنم که خلوت باشه چارتمون. قیمت اومد روی این سطح بالا این گره رو ساخت که این گره خودش یه اورجینی داشت اینجا. فرستاد چیکار کرد؟ فرستاد این کف رو زد اول، یعنی این کف شما رو باز کرد. حالا بعد از اینکه این کف رو باز کنه ما توقع داریم که برگرده به این اورجین. حالا این اورجین رو اومدیم باز کردیم، دو تا جاش برای ما میتونست کار کنه. یک کی لول داشت، یه اورجین داشت. این اورجینش، اینم کی لولش. خب قیمت که اومد به این کی لول رسید بعد از این گل نیومد اورجین رو برداره اورجین این خالی بشه. اومد چیکار کرد؟ رفت یه لوح پایین‌تر داد. اومد یه سطح پایین‌ترش هم این گل کرد. یعنی این سطحی که اینجا بود، این دوتا گره که میبینید پشت هم خودش یه اجرای سفارش بود. این سطحی که اینجا بود اومد توسط این زده شد. خب ما اینجا گفتیم که اینم این گلف دو. این گلف دو گفتیم ریتریس عمیق داره، اورجینش خالی میشه. بعد ریتریس عمیق میره، اورجینش رو خالی کرد. کجا میتونست الان برای شما اجرای سفارش کنه؟ اینجا. الان کی لول پس وظایفش مشخص شد. یه این گلف یک میده بهت، یه این گلف دو میده. بعد از اینکه این گلف یک و دو رو داد خودش میشه نقدینگی. نقدینگی که شد پشتش میخوره میشه افوزون میشه، بعد میاد میخوره به منشأ حرکت و میریزه. حالا تایم پایین اینجا هم بهت دیگه اگه این گلف سه بده دیگه مربوط میشه به تیک چارت که دیگه من تیک چارت میک چارت کاری ندارم. خب دوستان همینجا ضبط رو قطع کن دیگه.